در دانشگاه دولتی شهر کولوب یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت نجات دادند. مقامات دانشگاه میگویند این زن جوان که خوشنوده نام دارد قصد داشت خود را از آشیانه هفتم دانشگاه به زیر پرتاید. منابع پلیس گفتند که حادثه روز 21 نوامبر رخ داد و حالا این زن تحت بازپرسی قرار دارد. تا حال نزدیکان خوشنوده درباره این حادثه اظهار نظر نکردند، اما یک آموزگار دانشگاه دولتی کولوب که او را نجات داده است گفت بیشتر از زندگی خانوادگی شکایت کرد. آرزو عارفوف، آموزگار فاکولته زبانهای خارجی دانشگاه دولتی کولوب به رادیو آزادی گفت در پی صدای بلندی بعضی آموزگاران و دانشجویان به بیرون برآمد و دید که این زن قصد دارد خود را از آشیانه هفتم به زیر افکند. وقتی به نزدش رفتم هشدار داد نیا وگرنه خودم را میپرتایم. از او پرسیدم که چرا این کار را کرده نیست. گفت که مشکل عائلوی دارد و کسی را دیدن نمیخواهد، نقل کرد آموزگار. آرزو عارفوف گفت به یک جهش دختر را از مکان خطرناک دور کشیده با او صحبت کرد و از وقوع فاجعه جلوگیری نمود. آموزگار میگوید بعداً از زن شماره تلفن همسرش را گرفته برایش زنگ زده است. گوشی را یک زن گرفت و وقتی به او قضیه را فهماندم گوشی خاموش شد. دوباره زن را با گپ اندرمان کردم. راست گپ تا حال در حالت شاک هستم. خودم نمیدانم که چه خیل او را از این کار باز داشتم، افزود او. مقامات دانشگاه دولتی کولوب گفتند که این زن دانشجوی آنها نبود و معلوم نیست از چه راه واردی بینا شده است. آموزگاران میگویند بعد از صحبت اولیه معلوم شده است که او ساکن شهر کولوب بوده و قریبی به یک خانواده در ناحیه واسع عروس شده است. از روی اطلاع اولیه از عروسی خوشنوده هنوز 40 روز نگذشته است، ولی در این مدت از زندگی در خانه شوهر خیلی اذیت دیده است. تفصیلات از این بیشتر درباره قضیه در دست نیست.